مولانا عبدالحمید در سال 1326 در روستای گلوگاه واقع در غرب شهرستان زاهدان در خانواده متدین دیده به جهان گشودند. پدر و مادر وی انسانهای صالحی بودند که به اوصافی همچون تقوا، قناعت و عبادت متصف بودند. ایشان علوم ابتدایی را در شهر زاهدان فرا گرفتند، اما با توجه به اینکه در آن دوران شهرستان زاهدان فاقد مدارس دینی بود، مولانا برای ادامه تحصیل به پاکستان رفته و در مدرسه دینی دارالهدی در ایالت سند ثبت نام کردند و از محضر بزرگان این ایالت کسب فیض نمودند. بعد از مدتی راهی ایالت پنجاب منطقه باولپور شد و از محضر مولانا عبدالله درخواستی رئیس جمعیت علمای اسلام و دیگر اساتید آنجا استفاده نمود. پس از مدتی به حوزه علمیه بدرالعلوم رحیمیارخان رفتند و علوم تفسیر و حدیث را از محضر شیخ التفسیر مولانا عبدالغنی جاجروی رحمت الله علیه فرا گرفتند. شیخ التفسیر با ایشان بسیار محبت داشتند و به ایشان اعتماد کامل داشتند. مولانا عبدالحمید در سال 1349 از حوزه علمی بدرالعلوم رحیمیارخان فارغ التحصیل شدند و پس از فراغت به زاهدان بازگشت. در زاهدان با مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه ارتباط برقرار کردند. مولانا عبدالعزیز از علمای بزرگ منطقه به شمار می رفت و در مجلس علما و مجاهدانی همچون مولانا مفتی کفایت الله دهلوی، مولانا حسین احمد مدنی و مولانا قاری محمد طیب قاسمی زانوی تلمذ زده و از محضر آنان کسب فیض نموده بودند. فارغ التحصیلی مولانا عبدالحمید مقارن با سال تأسیس حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان توسط مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه بود، لذا مولانا عبدالحمید نیز در این حوزه علمیه مشغول به تدریس شدند. نبوغ، لیاقت و دیگر ویژگی‌ها و صلاحیت‌های موجود در ایشان مولانا عبدالعزیز را بران داشت تا مولانا عبدالحمید را به عنوان نماینده خود در امور اجتماعی و مسئول داخلی دارالعلوم زاهدان انتخاب نماید. پس از رحلت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه مسئولیت دارالعلوم زاهدان و امامت جمعه این شهر بر دوش مولانا عبدالحمید افتاد. مولانا عبدالعزیز که در حقیقت ایشان را میتوان به عنوان یک مجدد و مصلح در تاریخ بلوچستان یاد کرد، در دوران فعالیت خود اصلاحات اساسی و بزرگی را به جای گذاشت، اما پیک اجل به ایشان مهلت نداد که این اصلاحات را به پایه تکمیل برسانند. لذا پس از وفات ایشان هنوز منطقه با مشکلات زیادی مواجه بود که مولانا عبدالحمید با استعانت از الله تعالی توانست بر تمام این مشکلات و بحرانها پیروز شود. اخلاص، فراست، نبوغ و توانایی‌های مدیریتی مولانا عبدالحمید در زمینه‌های مختلف موجب شد تا توده جامعه اهل سنت ایران، اعم از علما، اندیشمندان و غیره، مولانا عبدالحمید را فردی لایق و مورد اطمینان برای جانشینی مولانا عبدالعزیز بدانند. مولانا عبدالحمید پس از ملاحظه معضلات و مفاسد اجتماعی جامعه و عقب ماندگی‌های فرهنگی و علمی و ضعف‌های شدید ایمانی و خلأ بزرگ اصطلاحی در جامعه به احیای نیروهای ایمانی و شعور دینی پرداخت. ایشان با تشخیص این که پرداختن به مسائل اختلافی، مذهبی، فکری و غیره نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه جراحتی بر زخم‌های کهنه امت می‌افزاید و راه رسیدن به هدف را که همان اصلاح جامعه و وحدت جهان اسلام است را دشوار و حتی ناممکن می‌سازد. لذا به بیداری وجدانها و استعدادهای نهفته جامعه، ایجاد فضای وحدت و اخوت در بین اقشار مختلف جامعه و هدایت و اصلاح جامعه مبادرت ورزیدند. مبنای تفکر و اندیشه مولانا عبدالحمید بر این اساس است که برای رسیدن به هدف باید آرامش و امنیت بر جامعه حاکم باشد، باید در محیط مسالمت آمیز و با سکون به دعوت و بیدارگری پرداخت تا حس دینی تحریک شود و همگان به معارف اسلامی و ارزش‌های دینی دست یافته و از خرافات و بدعت‌ها و رسومات جاهلی نجات پیدا کنند. این تفکر وسیع در کنار اشک‌های سحرگاهی و گریه‌های نیمه شب همراه با اخلاص و پشتکار و از خودگذشتگی ایشان تاکنون نتایج بسیار مثبت و مفید را در پی داشته است. مولانا عبدالحمید اکنون به عنوان یک مرجع دینی، اندیشمند عرصه اجتماعی و صاحب نظر در مسائل فکری و سیاسی مشغول فعالیت است
همه روزه ده‌ها تن از افراد و گروه‌ها با مشکلات و نیازهای متعدد به ایشان مراجعه کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح می‌نمایند. ایشان نیز با کمال گشاده‌رویی و مهارت خدادادی بدون هیچ گونه احساس خستگی و کسالت به حل و فصل مشکلات مراجعین می‌پردازد. حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و مسجد جامع مکی در نتیجه فعالیت و زحمات مولانا عبدالحمید شاهد شکوفایی و گسترش بسیار زیادی بوده است. افزایش تعداد طلاب در دو بخش برادران و خواهران، تأسیس مدارس و مکاتب تحت نظر دارالعلوم زاهدان و توسعه چشمگیر مسجد جامع مکی این دو مرکز دینی و علمی را در شمار بزرگترین مساجد و مراکز علمی و دینی اهل سنت ایران قرار داده است. حوزه علمی دارالعلوم زاهدان با مدیریت مدبرانه مولانا عبدالحمید علاوه بر تعلیم و تربیت حدود 2000 طلبه برادر و خواهر نقش بسیار مفید و مهمی را در ایجاد بیداری دینی و اجتماعی و ارتقای سطح دینی و فرهنگی جامعه اهل سنت ایفا کرده است. مراسم نماز جمعه در مسجد جامع مکی زاهدان به امامت مولانا عبدالحمید نیز یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های نماز جمعه اهل سنت ایران به شمار رفته و منبر نماز جمعه این مسجد یکی از منابری است که مطالبات قانونی جامعه اهل سنت ایران در آن مطرح می شود. اما خصوصیت بارز مولانا عبدالحمید مطرح کردن مطالبات اهل سنت ایران و پیگیری آنها از مجرای قانونی و منطقی است. ایشان در مناسبت‌های مختلف ضمن انتقاد از اعمال هر گونه تبعیض مذهبی، قومی و نژادی و ایجاد اختلاف بین پیروان مذاهب و اقوام و دعوت همگان به وحدت و اخوت، مطالبات و خواسته های جامعه اهل سنت ایران را در مراسم نماز جمعه و عیدین و دیگر مناسبت ها و موقعیت های مناسب مطرح می کند. نکته قابل توجه دیگر این است که دایره تفکر، اندیشه و فعالیت مولانا عبدالحمید فقط در چارچوب حوزه و تدریس علوم دینی منحصر نمی شود، بلکه ایشان همواره به اهمیت ارتباط بین حوزه و دانشگاه تاکید می کند و همگان را به فراگیری علوم دانشگاهی و رسیدن به مدارج عالی علم روز توصیه می کند. تأسیس دفتر امور دانشجویی در حوزه علمیه زاهدان و تهیه خوابگاه برای دانشجویان تحت نظارت حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و برگزاری جلسات اصلاحی و تربیتی برای قشر دانشجو و تحصیل کرده جامعه گواه صادقی است بر اهتمام ایشان به این موضوع مهم.